اشتباه بزرگ توی استایل کردن با پافر. اشتباه اول، هیچ وقت لباس یا درستون از زیر پافر بیرون نزنه. به جاش میتونید اونو توی شلوارتون بکنید. اشتباه دوم، این شلوار با این قد و فرم پاها رو کوتاه و توپل کرده. به جاش میتونی از یه لگ استفاده کنید. اشتباه سوم، هیچ وقت مچ پاتون با پافر نباید پیدا باشه. برای کاور کردنش از یه جوراب ساق بلند میتونید استفاده کنید. اشتباه چهارم، هیچ وقت با پافر که خودش یه آیتم کژواله، آیتم های کلاسیک مثل این دامن و این بوت رو نباید استایل کنید. به جاش اگر سبک اسمارت کژوال مد نظرتونه میتونید از یه شلوار واید لگ با کتونی رانینگ استفاده کنید. اشتباه پنجم، هیچ وقت با پافر که یه آیتم اوورسایز همه آیتم ها رو اوورسایز انتخاب نکنید. به جاش میتونید با استفاده از قانون M یکی در میون جذب اوورسایز تعادل رو توی استایلتون برقرار کنید. برای دونستن نکات استایلی دیگه یادت نره فالوم کنید.